سلام به تمام مردم دسفول. میبینم که من الان 3 روزه که اومدم دسفول از تهران، میبینم هنوز آب زلال همینطوری میره تا پل قدیم. ماشالله والا تا ما پیش آب شیرکاکائو بود، الان شده اصلا رنگ آبی، یه رنگ دلنگیز. من الان دسفول خیلی دوست ندارم. حالا که میگم خیلی دوست ندارم، من فقط رودخونه‌شو دوست دارم. بعدش هم مردم همینطوری دارن میان برای شنا. هوا خیلی گرم بالا پشت بونای خونه دسفول و اینکه ماشالله دیگه همه جا گرم شده و هوا شاید تا تیر برسه به 60 درجه و مردم خیلی گرمشون میشه و همینطور هم خشکسالی برای ما. خشکسالی به وجود اومده. الان من صورت هم قرمزه برام این صاف نمیتونم کنم چه نشون بدم. اکنون مردم در حال آفتابگیری زیر پل مردم آفتابگیری نمی کنن، زیر ساین و آب هم خیلی زلال از سری میاد و اونم پل قدیم، پل ساسانی. اون پلی هم که اون ته پل قدیره، این هم پل جدیده. مثلا این پل قاسم سلیمانی بود کردنش ایران، پل ایران. و اینکه این هم یک ویوی قشنگ از دسفول، یک ویوی خیلی خوشگل. راستی من عموی بابام یه موشک داریم. نگاه کن، موشک زمان خمینیه، خیلی سنگینه ولی موادش خالیه. الان بمب بزنیم نمیتره که. و همکنون خونمون، خونه مامان بزرگم، الان مردم هر شب میان به خاطر عید قدیر. رودخونه خیلی آب زلاله، همه هستیم، همه سلامتیم، جنگم تموم شد انشاءالله. و اینکه برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. مرسی، ممنون، خداحافظ.